لکه خون روی لباسم رو چطوری پاک کنم. احتمالاً تو اینستاگرام ویدیوهای مختلفی دیدین که یه سری از همکارای من منتشر کردن و به صورت تیتروار دارن میگن که برای پاک کردن خون باید از اکسیکلین که اتفاقا تلفظ درستش اکسیکلینه یا آب اکسیژن استفاده کنیم و اصلا نمیگن که آب اکسیژن اصلا چی هست، چطوری اون رو تهیه کنیم، چطوری باید استفاده کنیم، چطوری لکه رو پاک کنیم. اما بیاین اینجا کاملا سرراست یک بار برای همیشه یاد بگیریم چطوری لکه خون رو از روی لباسمون پاک کنیم. زمانی که لباستون خونی شده یه سطل آب خیلی یخ درست کنید و حتی اگر داخلش یخ باشه بسیار عالی تره و بسته به میزان لکه، اگر لکه کمه اون لباس رو 15 دقیقه داخل اون سطل قرار بدید، اگر لکه زیاده اون لباس رو مدت 30 دقیقه داخل اون ظرف آب یخ قرار بدید. بعد از 30 دقیقه لباس رو از داخل سطل در بیارین ولی روی سطح صاف قرار بدین و به وسیله این فرچه ها یا مسواک شروع کنین به فرچه کشیدن. لکه به حد خوبی پاک میشه، اصلا نیازی به هیچ کار دیگه ای نیست. لباس رو بذارید داخل ماشین لباسشویی، علاوه بر پودر ماشین در کنارش از پودر صابون بچه هم استفاده کنید. لباس رو بشورین کاملا لکه های خون پاک میشه. نه نیازی به اکسیکلین هست، نه نیازی به آب اکسیژن هست، نه نیازی به سرکه جوش شیرین آب لیمو هست. اینجا عروسپید خوشویی اختصاصی شما و من به شما فقط حقیقت رو میگم. خیلی مخلصم.